سازمان نمی‌شستم کرایه رو بده دیگه. نمیتونی چرا ماشین میگیری؟ نه خب بابا حالا شلوغ میکنه. بیا بده گشنه. من تو موقعیتم. حمله. مالیه. برم جمع تاجه نگریم بحر. نه برنامه خواهر میزد. خوبه خیلی خوب. فقط جی پی اس رو روشن کن من داشته باشم. اوکی اومد. برو سمت هم. اوکی درواز. خیلی خوبه. آفرین. خارج شد. ببین فقط مراقب نگهبانا باشه. اونجا یک لوکیشن کاملا حفاظتی داره. ممکنه بگم چی بود؟ صدای چی بود؟ چیکار داری می‌کنی؟ هیچی بابا هیچی. هیچی چیه؟ صدای شلیک شنیدم. مامور کی واسه گزارش بده. شلیک نبود خوردم به گلدون دم در. گلدون دم در چیکار می‌کنه؟ گلدون چیکار می‌کنه؟ پیانو تمرین می‌کنه. مگه اونجا پیانو هست؟ اون تو هم میگم مگه اونجا پیانو بابا هست؟ شوخی کردم. برای چی شوخی می‌کنی؟ مامور کی مثلا مگه تو موقعیت شوخی کردنی تو؟ هاشو خیلی الان یه گزارش بده. اینجا رو جمع کنم. چی رو جمع کنی؟ چیکار داری می‌کنی؟ بابا خطرناکه یکی رد میشه پاش زخم میشه. محمود کیو منصور رفتی اونجا بزنی همه رو بکشی یعنی چی پاش میره زخم میشه؟ راست میگی. بابا پاشو ببینم. الان تو مگیدی اونجا چند یه گزارش میدی اونجا چی داری می‌بینی الان؟ ببین اینجا یه راهرو هست. راهرو برای چی؟ راهرو برای اینکه تو راه بریم دیگه. الان تو مگه نباید تو حیاط باشی؟ نه ببین حیاط اون برای راهروه اینجا فعلا راهروه. آها خیلی خب ببین فقط یکم جلوتر باید در باشه درسته؟ چه کم جلوتر؟ یکم جلوتر چیه؟ من چه میدونم مثلا 2 متر جلوتر. خب نه ببین اینجا در هست ولی 4 متر جلوتر. خب خیلی خب همونه. خب میرم اونجا. برو فقط خیلی آروم و محتاطانه عمل کنی باشه خطرناکه. چی شد؟ میخوام وارد شم. خب فقط حوصله جمع کن. چیکار داری می‌کنی؟ صدای چی بود؟ دیگه بیا باشونو؟ چی نیست بابا خالیه. خالیه؟ آره. یعنی چی خالیه؟ خالیه دیگه خالی نمیدونی یعنی چی؟ ای بابا. آها. ببین شاید تو اتاق کناری باشه. اتاق کناری نداره اینجا. اتاق کناری نداره؟ نه. بابا 2 تا در کنار هم دیگه باید باشه. من دارم می‌بینم اون نقشه. در هست ببین ولی میره تو حیاط. حیاط من نمیفهمم تو باید از حیاط وارد میشدی بعدش میرسیدی به راه چرا برعکس شد درست میخوای برم از اول از حیاط بیام؟ چرا الان مسخره بازی در میاری؟ یعنی چی برم از حیاط بیام؟ ببین تو چیز باشه میرم تو حیاط ببین. آها خیلی خوب برو فقط مراقب نگهبانا باشی. نگهبان نیست اینجا بابا تو هم نگهبان نیست باشه. ببین فقط اونجا گذاشت بده چی می‌بینی اونجا؟ اینجوری مواد هست. مواد چیه؟ مواد دیگه توالت. آره. خب پله. چی؟ پله. پله کجا چی؟ پله میره تو زیر زمین. میره پایین؟ زیر زمین داره؟ خب خیلی خوب ببین چیز کنی کاری کن. آها اونجا مخفیگاه شده دیگه. حتما همونجا کمی گرفته برو اونجا. آره هوا رو داشته باش. هوا دارم تو حواست بشه من حواسم هست. فقط الان گزارش بده. اینجا یه سری پنزر هست. پشت ما کمی گرفته حتما. یه همون هست. اوه نگهبان. کشتنش ببین 6 تا پا داره 2 تا شاخش داره. ببین از ظاهرش معلومه که داشته سوسکی نگهبانی میداده. چی دادی بابا چرتش ببینم کیه؟ آره شناساییش کردم سوس بود بابا جونی کردم. چرا مسخره بازی در میاری؟ من که از عملیات فوق سری جدی طرفی اونجا فقط داری به بتالت و به خوشگذرانی میگذاری مثل گهبانش میگی پیاده رو اونجا میگی غلط کردم آقا. میخوای گزارش بدم؟ یعنی چی؟ آقا برای چی جمله منو میگی؟ گزارش بدم فقط من میگم درس من برای چی استفاده می‌کنی؟ دیالوگمه چیه؟ اینو فقط من استفاده می‌کنم بی خودت سرخود باز کن بی اجازه تکرارش می‌کنی. نه بابا ببین چیه؟ خودت نوشتی. من چیو نوشتم؟ مگه من آقا بلش آقا بیخیال ببخشید. آقا میخوای برم طبقه بالا؟ طبقه بالا مگه راه پله باز داره اونجا؟ آره دیگه نه 2 طبقه است بدون راه پله.
اون من دارم نقشه چک میکنم اصلا راه پله نباید باشه. آها این چون آره این چون از بالاه طبقه دوم نمیندازه دیگه. من طول و عرض رو فقط دارم دوریه اتفاق اگه این داره خب خیلی خب الان گذاشت بالا. خب خوبه فقط الان چیکار داریم برسیدی بالا ببین چه تو آقا زده بگیر بذار برسم بالا من رو پلم. اونم چه ببخشید چون خوشیدم. خب الان اگه ناراحت نمیشی گزارش بریز بهم میدی؟ ببین اینجایی در هست. در هست آره در هست. خیلی خوب شنیدم چرا داد میزنی اونجا مراقب باش آروم فقط بری داخل خیلی محتاطانه آره فقط در آروم چون کاری هم احساس کردم باز کردی چرا اینجوری باز میکنی گرفتی همشون رو چرا بر اونجا آره شریک کنم هیچکی نیست هیچکی نیست؟ بابا هیچکی نیست دیگه باشه خودم بهت میگم دیگه آقا یعنی چی هیچکی نیست تو همه میری خواهی دیگه هیچکی نیست دیگه خب ببین سلام علیکم. سلام خستم باشین. به کی سلام کردی؟ با کی داری حرف می‌زنی اونجا تو؟ هیچی بابا چی؟ تو بگی هیچکی نیست من صدای یارو من شنیدم. گفتم سلام علیکم. بابا این دستگاه بود خودش رو تو آینه گرفت. من میخوام جمعش کنم تو برین توش. یزدان؟ خب بخیر سلام. یه گزارش بده. آقا بی خیال. من دارم میرم پایین. خب ببین الان بالا خوب چی شد؟ تو بالا رو نمیدونم. الان تکلیف عملیات چی میشه؟ نمیدونم آقا رئیست بپرس من مأمورم و معذور. خب تو الان بگی بالا چی نبود؟ پایین هم که رفتی دیدی خب الان تکلیف عملیات چی میشه؟ یعنی با شکست مواجه شد یا مثلا متعبه؟ نمیدونم. خب ببین یه گزارش بده دیگه من نمیدونم الان چیکار داری می‌کنی؟ خب این نقشه رو من تو آشپزخونه. آفرین تو مگه آشپزخونه داره اونجا؟ داره دیگه. ببین تو با کی داری حرف می‌زنی؟ صدای چی بود؟ چیکار داری؟ بابا هیچی هندونه بود توی یخچال دیدم صدا تپ میده. هندونه اونجا چیکار میکنه؟ مامون کیو هست؟ ببینم تو مطمئنی آدرس درست رفتی؟ ببین چایش من چای دار. بابا جواب من بده چای دار چی؟ آره دیگه پیروزی میدون 13 آبان کوچه بخشی پلاک 28 پلاک چند؟ 28 پلاک 128 من باش وای بابا تو گفتی 28 من یادم چی گفتم تو پرونده ثبت شده مگه من باید پرونده نخوندی تو؟ خب پرونده چیه تو خودت هم نمیدونی چی نوشتی؟ پرونده رو من می‌نویسم به من چرا بیاد من هدایت کردم تو هم فقط راهنمایی کنم از اون من بری جلو پرونده رو نمیگم چی میگی من؟ وای میندازی گردن من همه چیو چه غلطی کردم؟ نه حرفی تو کارم مثل غلط کردم چی میگی من نمیشه آها فهمیدم منظور تو فهمیدم بهترم میتونم فیلمنامه رو بده آقا بیخیال آقا اینجوری نمیشه اینقدر فیلمنامه یه پلان عادی اومدید بگیرید ریدید تو همه چی رفت دیگه نه این که خودشو تو آینه میندازه جمع کنید بابا ریدن و دیوارچه رو دیگه بابا این چه کاری بود نه آروم چیزه میخواد خب چیزه اوکیش میکنین مامون که هست عملیات از اول میگیرین هیچ جای دیگه عملی نیست میری از اول میاد آره صدا بره دوربین رفت کجا بره عزیز من کجا رفت محمد جواد رفت عزیز دل من مامون کیومرث محمد جواد هر کی بود هدستو کند رفت الان یه عزیز من قهر کردش دیگه فکر می‌کنی به خاطر چی پشت سر هم توی ویدیویی که داریم میگیریم قبلش شمردیم داریم میگه فیلمنامه دیالوگ میکنه میره دیگه ما چه غلطی باید بکنیم دیگه طرف برای خودش بداهی میاد از هندونه و چای دارچین ما تعریف میکنه کی حرف زد تنها حرف تو داشتی میزد تقصیر کیه فکر میکنی عزیز من تقصیر خودت دیگه تو داری هم دیالوگو میگی هم فیلمنامه رو میگی خودت هم نوشتی نمیدونی بعد چجوری ببری جلو نه میتونی جمعش کنی چرا به من رفت نداری مگه قرار نبود